سفارت ترکیه در تاجیکستان معلومات وسایط اخباری عامه درباره از 1 ایون سال 2016 از جانب این کشور جاری شدن نظام روادید برای 89 کشور از جمله تاجیکستان را به اساس خواند. بنا به معلومات از سامانه ازیپیلوس، سفیر ترکیه در تاجیکستان گفته است گفت و شنیدها با اتحادیه اروپا با مقصد تامین آزاد شدن از گرفتن روادید شنگن برای شهروندان ترکیه ادامه دارد. کاملا به ترتیب آوردن سیاست روادیدی ما با کشورهای سوم اتحادیه اروپا عهده‌داری است که ما باید بعد پره به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدن ترکیه اجرا نماییم. همین طریق در این مرحله معلومات درباره نقشه‌های ترکیه عاید به جاری کردن رواعات طریق نظام روادید از 1 ایون سال 2016 نسبت کشورهایی که به آنها گرفتن روادید اتحادیه اروپا ضرور است اساس واقعی ندارد، تاکید می شود در اظهارات سفارت. یادرس میکنیم که چندی قبل یک قطار وسایط اخباری عامه با تکیه به منبع‌های خبری ترکیه که در نوبت خود به معلومات وزارت کارهای خارجه این کشور تکیه می‌کردند خبر دادند که تابستان سال روان ترکیه با 89 کشور جهان از جمله با تاجیکستان ریجی رواعات طریق روادید را جاری می‌کند و از جانب ترکیه جاری کردن نظام روادید یکی از طلبات اتحادیه اروپا است.